سلام، وقت بخیر. ویدیوی شماره 168 تست 117 تجربی کنکور 404. نمودار تابع G محور x ها را در نقاط 1 و 2 رادیکال 2 قطع کند. این یعنی چی؟ یعنی معادله Gx مساوی 0 دو تا جواب داره، یکی x مساوی 1، یکی x مساوی 2 رادیکال 2. حالا fx مساوی x رادیکال x اختلاف طول نقاط برخورد نمودار تابع GOF با محور x ها GOF x مساوی 0. اختلاف ریشه های این یعنی چیه؟ fx مساوی 0. خب fx رو که داریم x رادیکال x یعنی g x رادیکال x مساوی 0. خب از اینجا ما میبینیم دو تا جواب داریم. یکی من پایین می‌نویسم x رادیکال x مساوی که از اینجا به توان 2 برسونیم، نتیجه x مساوی 1 x مساوی 1. میتونستیم همونجا یه دفعه هم بگیم که x ها 1، ولی خب حالا به توان برسونیم بهتره. x رادیکال x مساوی 2 رادیکال 2. مسلمه که x باید 2 باشه، اما به توان برسونیم، به توان 2 مساوی 2 رادیکال 2 به توان 2. x2 در x میشه x3، 4 در 2 هم میشه 8. از اینجا x میشه ریشه سوم 8 یعنی 2. اختلافشون چیه؟ 2 منهای 1 میشه 1. مرسی، خسته نباشید.